نخود اینقدر زود مردنی حلیمه رو در لباس عروسی فراموش کردی؟ ای رسیل، تو نامی پاکی را با دهان افلاسات نگیر. بس کنید پدر، بس کنید. این چقدر گپ زنید؟ با زبانی که آنها میفهمند به همان زبان گپ زدم. راه گرد میرویم. من با شما نمیروم پدر. دیگر ملکه گفتنی دختر ندارید، فهمیدید؟ تو چه ها میگویی؟ تو احمق، قسم میخورم که من را میکشم. روید از اینجا، روید پدر. چی شد؟ آقای کبوتر پدر با شما چی خوب شد؟ هستید؟ پدر جان چی میشد؟ پدر جان خدایا با شما چی شد آخه؟ یاری دهید. رفتیم زودتر با ماشین سوار کنید، به دکتر بردن لازم. یاری ده. زودتر یگید آرام شو ملکه، خوبش خوب میشود. شد رفتیم. پدر جان پدر. جورا جان خوب هستی؟ بسیار فکر نکن، آخر باید دیوانه نمیداند چی ها میگوید. یگید باز سکته دل شد چی بلا؟ احمق دیوانه گویا که دل هم داشته باشد. چرا جوغت محکم شد؟ دهانت رو کشو، یگون چیز بگو یقلم. گنده مردن ندارد، فکرش رو نکن. شاید او حق باشد، ممکن راست گفته باشد. من کی هستم دوستم؟ بگو کیستم؟ تو آن به حیا نیستی، همین بس است. شد جورا جان. مون رود بیچاره خواطر شد که ملکش در چه حال باشد. رانا از برای خدا مانید شما. همه دردمان تمام شد و درد کبوتر موند. با فکر مردهش از زندهش بهتر است. تو میبینی که به کدام احوال رسیدم. ببین حال زار مرا. من تو را خیلی دوست میدارم، اما تو ترک من کردی. اگر تو زنده می بودی من به این حال زار گرفتار نمی شدم. حلیمه، چرا مرا پرتافته رفتی؟ بگو چرا؟ ترک من کردی؟ از همه نفرت دارم. از آن نامردی رزیل نیز نفرت دارم. از همه چیز نفرت دارم. از همه چیز، از خودم هم.
این طرف آن همین طور اکنون با این طرف با سوی دیگر هجوم الپرین آهسته خونه رو با سرمون چپا میکنی. الپرین یکی رو فریب داد با دروازه‌بان یک با یک ضربه خوبه برای گل بود است. آزیروچان بیاید گل رو به تو نشون میدهد. اینجا خودش چی گپ؟ الپرین تو چی کار کردی؟ تماشا بینانی محترم داور کارتی سرخ رو نشون میدهد. آخر من خواستم که کدی اینجا بیا الپرین اینجا بیا. این خودش چی گپ؟ خانه رو به میدان بازی تبدیل داده اید؟ بله به میدان تبدیل دادیم. بچه چارچوبه آینه رو به زمین افتاد ما تماشا بین شدیم. دادا ما رو خلاص کنه. بچه هم کمیتین شین. به این هم 5 درم ندارم. در مصرف حواله هم نکن. چخیل 5 درم نداریم؟ معاش این ماه رو ندادند؟ دادند لیکن نپرس. نیمش رو به خیری دادم. مبلغی درسی من چی میشود؟ به خیری؟ دادا من هم سیاحت کردن میخواهم. خیر شد. علاجش رو حتما میابیم. چخیل دیر کرده بودیم. زنک دسترخوان کشا که والله من هم گرسنه ماندم. خیلی. چی تیار کردید؟ لازانیه پختم. چی؟ از ملیکه طرزی تیار کردن را آموختم. من هم سنجیدم. یا خدا جان 100 بار توبه. با فکرم شوخی کرده ایستاده یا؟ هیچ گپ نیست نجیب. معقول نباشد در بیرون خود و تو باشد. الهی گپ دارم. اوه خدایا. بله آقای سوها. شکسته است. خوبم تشکر. مرحمت. وظیفت؟ در کدام موضوع؟ مایلش فهمیدم. حالا می آیم. بله همونجا می شود. شکسته است. نجیب کی زنگ زد؟ آقای سوها مرا به خوراک شام دعوت کرد. والله روی راست کرامت نشان داد. تنها کرامتمان نمی رسید. به اینها نگاه کن. معلوم نیست که در جنازه‌اند یا در مسابقه. این هم عادت نو شده است. نه حرمت مرده رو میدانند و نه زنده رو. مدام که آن شهید را دوست می‌داری یا دعا کن یا مثل آدم نظر کن عبرت گیر. زنک مقصد آنها دیگر است. هدف آنها نه جنازه است و نه عبرت و نقشه های دیرینه مردم رو به ضابطه میکنند. مردم رو به شور میارند. نجیب من چیزی رو نمیفهمم. مرد بیچاره یک طرف کودک 6 ساله یک طرف علم میکند آخر. به گفته های این طایفه باور نکن. هیچ گم نه تاقی میافتد و سری کلشون میتابد. و فکری تو پدرش هر شب افسانه میخواند؟ البته خواند خوب میبود. همین به اعتنایی ماست. ما را با همین افسانه ها میخواباندند. لیکن نفرهای خواب نمیکردگی هست. شهری زندگی میکردد را بین. گویا که مرده ها زنده، بیناها، ماشین ها، محله ها و جنازه ها همه در خواب مرگ. من هم میخواهم شامل این گروه باشم. حالا دیر شده است. زیرا تو بیدار شدی. لیکن استانبول بزرگ در خوابی گران است. اگر نمیدانسته هر دویمان را دانند، همه از خوابشان میخیزند. همه در دبوغیج میشوند. برای پنهان شدن سوراخی میکوبند. خوب که از چیزی خبر ندارند. غیر از تو و غیر از من. زیرا در پف اسرافیل تولد شدیم. آواز را تنها ما شنیدیم. پس ما کیم؟ ما دو دوستدار کشوری عزیزمان. ما مجنون این خاک زمینیم. هر قطره خونمون، هر نفسی کشیده امون و هر قدمی مانده امون
تنها برای همین وطن است. چی باید کرد؟ اگر شماره ستاره های آسمان را حساب کرده توانی هم دام های در این کشور گذاشته شده را حساب کرده نمی توانی. هر امکانیت را استفاده میبرم. از آنهایی که خود را صاحب مملکت می دانند حساب و کتاب طلب می کنند. مرا می فهمی؟ از آنهایی که ما را با چشم پست می بینند. بگو کله کسی را که خواهی بریده نزدت می آرم. تو تنها نشانه‌اش را بگو. کله گرفتن این کار من است. آیا نشانه همان رزیلی را که کودک 6 ساله را به قد رسان دست یافته می توانی؟ حالا مرا نشناخته ای. نه تنها خودیان به حیا بلکه معلم ابتداییش را می یابم. 10 دقیقه وقت می گیرد.